گیاه مرده تو خیلی راحت زنده کن و دیگه نیاز نیست گیاهتو بندازی سطل آشغال. حتی اگه گیاهت رشد نداره و برگاش میریزه، فقط کارایی که بهت میگم رو انجام بده تا هر روز صبح از خواب که بیدار میشه گیاهت سورپرایزت کنه. یه کودی بهت معرفی میکنم که استفادهش باعث میشه اول از همه ریشه گیاه پر بشه و گیاهت کلی پاجوش جدید بزنه. برگای گیاهتو خوش رنگ و با کیفیت میکنه و در کنارش روی سایز برگا هم خیلی تاثیر میذاره و باعث پهن برگ شدن سایز برگا میشه. دیگه نگران گلایی که دارن خراب میشن نباش، چون اونا رو هم احیا میکنه و باعث رشد همشون میشه. اسم کود محرک رشده که تاثیر فوق‌العاده‌ای روی گیاهای شما میذاره و باعث میشه رشد گیاهای شما چندین برابر بشه. برای اطلاعات بیشتر این کود معجزه فقط کافی عدد 5 رو برام کامنت کنی که اطلاعاتش رو داخل دایرکت برات بفرستم. مرسی که برای حمایت از من این ویدیو رو لایک میکنی و برای دوستاتم میفرستی و پیج شاهکود رو دنبال میکنی.